سلام، وقتتون بخیر باشه. روز سوم، ناهار سوم، اشکنه شنبلیله که خیلی هم خوشمزه است و من قبلش میخوام یه چیزی خدمتتون بگم. ببخشید من سرما خوردم، یک مقدار صدام گرفته و چشم چپم هم یکم قرمز شده. من عذر میخوام ازتون. اولین قدم برای درست کردنش اینه که یه مقدار روغن رو کف قابلمه‌مون میریزیم. پیازایی که نگینی کردیم و بهش اضافه میکنیم. اجازه بدیم یک مقداری پیازامون سبک بشن طبق توضیحاتی که تو روزهای قبلیمون دادیم و فوق العاده هم این غذا خیلی خیلی راحت درست میشه. همونجوری که گفتم فوق العاده هم خوشمزه است. پیازامون که یه مقدار سبک شدن، گوشتای چرخ کرده رو من اینجوری قلقلی کردم به همراه نمک، فلفل و پیاز رنده شده. کف دستتون این کار رو انجام میدین کامل گرد بشه و بعد میخوایم اضافهش بکنیم که دستور اینو کامل براتون مینویسم جدا که داشته باشیم. حالا اگر خواستین که طبق اون رسیپی که گفتیم خواستین 1/20 وزن گوشتتون هم میتونین بهش، حالا براتون تو رسیپی مینویسم، میتونین بهش سیب درختی رنده شده اضافه بکنین. طعمشو خیلی بهتر میکنه. مثلا برای کسایی که مشکل اینو دارن که با مزه گوشت چرخ کرده و اون عطرش یک مقدار مشکل دارن، میتونن از این تکنیک استفاده بکنن. ولی چون من اینجا اضافه نکردم یه تکنیک دیگه ای رو روش میزنی. من یه همه کوچیک دیگه بزنم. و یکی یکی اضافه میکنم. پرتابش نکنیم. زیادم نذاریم پیازاتون طلایی بشه، چون در زمان که میخوام این تکنیک رو روش بزنیم دیگه اون پیازات میسوزه. حواستون باشه. سعی کردم غذاهایی رو تو این منو براتون قرار بدم که هم علاوه هزینه‌ای قیمتش پایین باشه، هم خیلی راحت درست بشه تو خونه و هر روزم غذاهای متنوعی داشته باشه. یه مقدار سرکه سیب یا سرکه سفید میریزم داخلش و به محض که خواست بخار بده در به قابلمه میبندم. این کاری که انجام بدین سرکه باعث میشه که تو این لحظه 1 دقیقه تا 2 دقیقه تایم بگیریم، باعث میشه که کاملا عطر اون چربی از بین بره. میگم اگر دوست ندارین میتونین این کار انجام بدین. من خودم شخصا دوست دارم اون عطر چربی رو نمیزنم، ولی اگر دوست ندارین عطر چربی رو سرکه سفید یا سرکه سیب میتونین اضافه بکنین. این بخار کامل الان تو جمع شده، حالا داره خارج میشه و باعث میشه که کاملا بوی چربیش از بین بره. تو این مرحله بهش ربو اضافه میکنم. و ربم رو باز میکنم تا مزه خامی ربم از بین بره و تمام این عملیات رو این قسمت انجام میدم. یک مقداری دماشو بیشتر میکنم. مادامی که داره رب من باز میشه، حالا بهش یه مقداری زردچوبه اضافه میکنم. همونطور که گفتم مستقیم نباید زردچوبه رو به گوشتتون اضافه کنی.
با ربم یه تفت کوچیکشون این قسمت میدم. چون زردچوبه رو بخوام به گوشتتون مستقیم اضافه بکنی باعث خوش شدن بافت گوشتتون میشه. حالا میریم سر فلفل سیاه. و نمک. خوب اینا رو با هم ترکیبشون میکنم. عطر رب که آزاد شد اینا رو به خوردش میدم. به ضربه نمیزنم که این گوشتای میتبالمون یا اون گوشتای قلقلیمون از هم باز بشه. حالا بهش آب اضافه میکنم. تو همه غذاها به غیر از فسنجون رو فقط باید آب سرد اضافه کنیم، ولی توی خورشت ها و غذا که به صورت خوراک هستش حتما باید آب به صورت جوشیده باشه و گرم. فقط فسنجونی که باید آبش سرد باشه. یه همه کوچیک میزنم تا از کف کامل خودشون رو جدا کنه. سیب زمینی ها رو بهش اضافه میکنم. بچسبون کنار قابلمه که یه دفعه نریزه آب بیرون بریزه. و گوجه فرنگی. گوجه فرنگی هم سلیقه‌ایه، من میزنم بعضیا نمیزنم بهش، مزه‌شو خیلی بهتر میکنه. حالا دربشو میذارم، اجازه میدم که سیب زمینیام پخته بشه. سیب زمینیام که پخته شد بریم برای 2 تا مرحله بعدیمون که اضافه کردن تخم مرغ و شنبلیله، که من اینجا شنبلیله رو به صورت خشک میخوام بهش وارد بکنم که تمام لوازم که ما تو خونه داریم معمولا، اصلا احتیاج نیست بریم بیرون خرید بکنیم. بریم که سیب زمینیامون پختش انجام بشه. خب حالا بعد از 20 دقیقه من اومدم بهش سر بزنم. سیب زمینیای من پخته. یه مقدار کره بهش اضافه میکنم. به همراه شنبلیله خشک. همشون میزنم تا شنبلیله ها رطوبت رو به خودش بکشه. شنبلیلش اگر زیاد باشه، ببینید زمان که تست میکنیم میگیم به به که اشکنه خوشمزه شده، این دفعه شنبلیلش رو بیشتر بکنیم عطرش بیشتر بشه. اگر شنبلیلش رو بیشتر بکنی باعث میشه که غذاتون تلخ بشه، پس این کار رو نکن. حالا شروع میکنیم تخم مرغا رو تو شکستن. تخم مرغا میشکنیم، مماس با آب بازش میکنیم. در منظر نیم سانت که وصل نباشه تخم مرغا به آب، با نیم سانت فاصله میشکنیم داخلش آروم. فقط رو تخم مرغ قبلی نندازیم که میچسبن به هم.
همین کارش ساده رعایت بکنی غذات خیلی خوشمزه میشه و با کیفیت. آرومی تکونشون میده تا یه مقدار اون سفیدو هم باز بشه. دوباره دربشو میذارم تا حدوداً 10 دقیقه. بعد هم تست میکنیم نمکمونو اون میزانی که میخوام. اگر خواستی نمک اون میزانی که میخواستی مثلا ما اینجا اضافه کردیم براتون کم بود، حالا میتونید بهش عصاره اضافه کنی. میتونید عصاره مرغ یا عصاره گوشت بهش اضافه بکنی. پیشنهاد من اینه که عکسش رو اضافه کنی. اگر اینجا چون ما گوشت داریم شما عصاره مرغ اضافه بکنین، مزه بهتری رو میتونی ازش بگیرین. با نمک اون این کار انجام بدین و حتما بذارین که 1-2-3 دقیقه بگذره سپس تست کنین، چون عصاره یک مقدار دیرتر باز میشه مزهش. اینا رعایت کنین. 5 دقیقه بگذاره دوباره برمیگردیم تستش میکنیم و میریم برای کشیدنش و خوردن و نوش جان کردنش. نوش جانتون.